ترسانگیزی عزیزم سلام، چه خبره؟ حالتون خوبه؟ احوالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خوبی رو سپری کرده باشیم و روزای خوبی در انتظارتون باشه. خب دوستان، امروز اومدیم با 2 تا ویدیو ترسناک. این که میگم 2 تا ویدیو ترسناک، 2 تا فیلم کوتاهه، 2 تا فیلم کوتاه ترسناک. من خب چرخیدم این 2 تا ویدیو، خیلی من خیلی لذت بردم از این 2 تا ویدیو. گفتم 2 تا ویدیو چون تایمشون کم بود با هم دیگه میشه 20 دقیقه. گفتم این 2 تا ویدیو رو امشب با هم توی یه ویدیو بگیرم بذارم که لذت ببرید. دوستان لطفاً ویدیو رو لایک کنید. این لایک شما خیلی به درد من میخوره. یعنی هرچی لایک شما بیشتر باشه، بیشتر لایک کنی، ویدیو من بیشتر دیده میشه، از اونورم سابسکرایب من بیشتر میره بالا. لطفاً خواهش میکنم در ازای این لذتی که میبرین بزنید رو صفحه میاد بالا، یه همچین حالتی داره دیگه، دست آدمی زاده، بزنین روش، ویدیو منم لایک میشه. ببین یه ویدیو میبینی 8800 تا بازدید داره، 60 تا لایک داره. یه ویدیو 1400 تا بازدید داره، 20 تا لایک داره. خب مگه میشه اینجوری؟ خواهش میکنم ازتون ویدیو رو میبینین لایک کنین. من خودم این اخلاقو دارم، به خدا هر ویدیو رو ببینم لایک میکنم. لطفاً 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 چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارشو بزنین که ویدیو میذارم براتون نوتیفیکیشن بیاد. و حتما هم بعد از اینکه سابسکرایب کردین دیگه و لایک کردین، حتما یه کامنت انگلیسی با معنا بفرستین. یه کامنت انگلیسی هلو، چه میدونم، اوکی، هر چیزی بنویسین بفرستین. و دیگه حرفی نیست، بریم سراغ ویدیو اول. یه ویدیو 12 دقیقه، اسم ویدیو هست کلیک. بریم سراغ ویدیو، بریم سراغ ویدیو. 1 2 3 بریم. کلیک. چند تا بچه‌ن اینجا، یه ساختمون خراب است، ساختمون مخروبه و متروک است، خیلی سال استفاده میشه. چند تا بچه‌ن میرن کنار این ساختمون فوتبال میکنن، داخلش بازی میکنن. حالا ببین چه اتفاقی براشون میفته. خیلی باحاله، خیلی دوست داشتم ویدیو رو. میگم من چند تا ویدیو ترسناک رو دیدم، فیلم کوتاه رو، از این خوشم اومد. آدم حرف نمیزنن که نیاز به زیرنویس داشته باشه. خودتون میفهمید چی به چی. میگه بچه سنگ ننداز، مرض داری مگه؟ مشخصه دیگه. کم داری سنگ میندازی؟ شک نکنی همچین چیز میگه دیگه. الان به دخترم میگه بازی، اینم میاد بازی. نه دیگه قرار نشد از این کار بد بکنی. فیلم داریم میبینیم، نکنین سانسور نکنین اینجا. میگه چه غلطی میکنین؟ اون پسر برخورد، فکر کنم جراش داره دختره. تو با عصبانیت زد شیشه رو شکن. توپم رفت تو ساختمون، چیزی که اتفاقی نباید میافتاد. میگه بیا با هم بریم تو بگیم. من اینو میگه، حالا من چون الان صدا برام کمه، واضح نمیشنوم، نمیتونم ترجمهشو بگم. اگر انگلیسی این بد نیست. حالا اینکه میرن تو بگیرن به کنار، ببینین داخل میرن چه غلط دیگه ای دارن میکنن.
حالا ببینم اگه شد براتون زیرنویس ترجمه میکنم ببینم چجوریه. احتمال داره این کارو بکنم. اگه نشدم ببخشید چون زیادم حرف نمیزنم. همه رفتن داخل. خدا رحمتتون کنه. آدمای خوبی بودی. روشنه؟ آره روشن. اسکولا میرن توپو میگیرن ولی یه خریت دیگه هم میکنن. یه جایی که نباید میرفتن میرن. خب الان چند سال اینجا متروک هست. ببین See you out, کارگردان Friday. What else to چیزای do? ساده به ما Told me میفهمونه. we're going out, so we'll probably end up there. Where is he anyway? اینجا دیگه چه گورستونی. Tom? اینو چرا قشنگ ترجمه کردم تام. Don't know, he's not down there. Fucking hell! Nearly shit myself. مرض داری؟ الان تو برداشتین چه گورتون چه گورتون گم نمی کنیم برین؟ تو برداشتین گمشین برین دیگه. این مرض خودتون بود. خودتون رو به پاک شدین. Can we go home now? I'm bored. Said you would be. Next time I'll leave you at home by yourself if you want. همه چیز خیلی وهم‌انگیز و ترسناکه دیگه مشخصه. مرض داشتی؟ برق روشن خاموش میکنی؟ Get on with this bit. شرمته واقعا؟ میگه بیا در ببندی. وای What are you doing? کاش نیست. داره میگه چرا میخوای در ببندی؟ Just a minute, be good this. Ready? Go on then. Ready? ریده یعنی حاضرین؟ آماده این؟ ریده؟ همه چی نمیشه. یه ذره نگاه کنید. اتفاق نزدیک. حالا این خاموش روشن شدن چیه؟ والا چه مرضی بود خدا میدونه. Do it again. تو اگین you can keep دوباره. No. What you scared like? پسر گفت اگین Alright. دوباره انجام Tell me بده. when I'll switch it back on. Okay. اول دختره گفت نه بعد اون چیزی گفت اوکی باش. وای الان بده. اتفاق بده الان میفته. Freddie. پسر کوچولو توپ تو دستش بود غیب شد و توپ افتاد زمین. هنوز این دختره
فکر میکنه که اینا دارن سر شیره میمالن، فکر میکنه نقشه Where's ایناست که Michael? اینا رو بترسونن، در حالی که اون از هیچی خبر Very نداره. good. Where نکن is به it? خاطر همین مسلطه، What? فکر میکنه نقشه Don't look ایناست. at me, I don't know what you're talking about. میره فکر میکنه پسر رفت بیرون، میبینی این در چیز درم هنوز هستش، پسر بیرون نرفت. Okay, let's go دیگه again. دوباره خاموش روشن کنیم که Okay. پسر بیاد. My turn now. داره میگه این دفعه شما نه Now کلکی all تو stand کارتون، این together. دفعه من Ready? انجام میدم. Stand in the middle. Now hold each other's hands. What? Come on. My game now. دستتون رو میگه بگیری Oh, you've got که all هیچی the soft کلکی ones. نه. Fuck off. Ready? بده آماده ایم. دست همو داشتن اما ببینین چی میشه باز. وسطیه نیست، با اینکه دستشون نگه داشته بودن نیست. بازم اون دختره فکر میکنه که یک نقشه ای تو کارشون. Tom! What? Where are they hiding? Don't know. Come on, Freddie! You have to be a dickhead like Tom. Oi! You're not catching me out. Stand behind Grace. میگه پشت سر هم وایسی. Okay, this time a bit quicker. Ready? I'll be too quick for you this time. صدا میزنه میگه اونو بیار، مسخره بازی در نیار. بابا غیب که نشد، غیب شد واقعا. در جا خاموش روشن کرد پسر غیب شد. از الان دیگه میترسه. Who started this? It's both of them, isn't it? Don't lie! You should have fucking brought you here. Alright, you two. You win. Half fucking half. گوش داد بکی. We'll come out now. Come on. Okay. If you don't come out now, I'm gonna lock you in here. Grace? پرسید هستی دختر کوچیکی You بخوره hear them? ولی هم نکن چی میشه. Emily? دختری که بعد روشن خاموش میکرد خودش نیست. این کوچولوی بیچاره تنها شد. وای دلم واسه این سوخت. تمام همش فینیش عالی بود. خب دوستان اومدیم با ویدیو کوتاه ترسناک دومی که با هم دیگه ببینیم و لذتشو ببریم.
خیلی ترسناک و خفنه. چند تا رفیق میرن توی یه خونه و ببینین دیگه. بریم که ویدیو رو ببینیم. بریم. خارجی هم هستی، ایرانی نیست. این فیلم برای افراد زیر 18 مناسب نیست. ترجمه و زیرنویس شده از آکای خان. دمت گرم داداش. اگه آقایی دمت گرم داداش، اگه خانومی دمت گرم آبجی. احتمال داره آقایی. اسم فیلمم هست نفست رو بگیر. فکر کنم اسمش این بود. داره نفست رو بگیر. چند تا رفیقن و ببینیم دیگه. خیلی خفن. Oh, this place is insane. Are you serious? It's disgusting. Just think of all the shit that must have happened here. Oh, I really do not want to. اومدن این به یه خونه متروکه دیگه. میگه این مکان دیوونه کننده است. یه خونه متروکه است. You know what, Mike? I don't want to do حالا this anymore. جستجو رفتن و یه کارهایی بکنن و ببینن. No, I've changed my mind. You're just gonna pull some stupid prank and make me look like an idiot. I won't, I promise. Come on, everyone at school's talking about this. This is so stupid. There's no way that's real. Then why are you so scared? I'm not scared. Prove it's not real then. If I do this, can we Oh, please this just one leave? can name Yes, I promise. I swear, if you do something, I won't do anything. swear. Swear. این پسر خیلی مرض What مشخص. do I have to do? Yes, right. نکن خیلی کرمه. سر اونا هم بلا میاد. Mum said I'm not allowed to play with you. هم میخون در هزار مزار دار. Seriously, Andrew. Just take the candles, go upstairs, light them, and then fill up the bath. You want me to take a bath? Everyone wants you to take a bath, but no. Once the bath is full, turn off the taps and say this rhyme while looking into the water. This sounds a lot like Bloody Mary. It's nothing like یه Bloody Mary. مراسم. Oh yeah? How so? Because everyone knows that's bullshit. Just look into the water and say this rhyme. Lady beneath who drowned in this water, lady beneath who strangled her daughter, lady beneath whose blood that runs cold, I'll give چرا you باید life with بخونم breath I موقعی که can't hold. میره بالا؟ And then what? Once you've said the rhyme, put out one of the candles. خودت چرا and the نمیگی lady بنده beneath خدا رو will داری put out the میفرستی؟ second one. اسکول. Okay, this next part's super important. Once you see the lady beneath, hold your breath for 1 minute. As long as you're holding your breath, she can't get you. یه Once you've held your مراسم breath for 1 خیلی minute, بدی she'll رو دارن disappear. اجرا میکنن. What happens if I can't hold my breath that long? I'm not sure exactly. You're not sure? Just hold your breath, okay? Let's just get this over with. روسیت همه I'll be گرم. right here. Wait, you're not going to do it with me? No, it only works if you're alone. I don't know about this, Mike. Come on, just stop being a pussy and do it. I told you not to call me that. Yeah, you're right. Sorry. Look, you like Jenny, right? Yeah. Think how cool she's going to think you are when we tell everyone you did this. Okay. Nice. I'll be right here. And you'll open the door as soon as you hear anything. Of course. باش نمیرم. Right, come here, turn around. این اسکولو دارم میفرستم Oh, بالا. wait. اسکول گیر آوردن و Right up. و اول گفت میترسم. میگفت که سلام میخوام برم. Good luck. بعد چوسی اومد نمیتونم گفتم نمیترسی برو بالا انجام بده. تو همچین مواقعی نباید چوسی بیاد. میترسی باید بگی میترسم. تمام. بگی میترسم مکانو ترک کنی. بابا افه و کلاسیست که اگه میترسی واقعا نباید بری همچین جایی. جستجو نباید بری. احضار نباید بری. اگه میترسی نباید بری. من به شخصه انقدر برام اتفاقای عجیبی حالا واسه خودم نه واسه یکی از دوروبریام افتاد تو دنیای اجن و اینا ترسم ریخت. یعنی شب کنار جن میخوابیدم یه دوران به خاطر یه سری اتفاقات. جن بالا سرم بود میخوابیدم به خاطر همین ترسم کامل ریخت. وای بدبخت داری مرده رو Okay. Here we go. Lady beneath who drowned in this water. Lady beneath who strangled her یه daughter. دختره تو اینا Lady خفه شد beneath whose غرق blood شد that runs cold. روحش هنوز I'll تو این give you خونه life مونده. with breath I can't hold. خدا روانی ها خودشون چرا نیومدن این بدبخت رو فرستادن.
شم رو تکون میخواد در حالی که بادی هم اونجا نیست. Mike! I told you nothing was... شم خاموش شد، چراغم خاموش شد. ذره رید به خودش. بدبخت بیچاره. وای خیلی صحنه ترسناکه اگه واقعا واسه آدم اتفاق بیفته. نمیدونی دور و برت چیه. Come on. بندگت هم روشن نمیشه. حکمه اینو داره توی جای ترسناک و مترکه باشی چشمتو ببندی. خاموش میکنه همش. هر چی روشن میکنه اون خاموش میکنه. فوت میزنه. چیکار میکنه؟ این چه سمی بود؟ این خارجی ها اکثر بیشتر به روح اعتقاد دارن تا جن. به جن هم اعتقاد دارن ولی به روح، مثلا اینکه یکی میمیره روحش خبیث میشه و دنیا میمونه، به این بیشتر اعتقاد دارن. Mike! کدوم گوری بود اینجا رو ببین. چه گوهیه. نه نفسش حبس کنه اون وای میسه، نمیتونه تکون بخوره. نفس بکشه اون میاد. موقعی که نفسش حبسه اون از سریعش تکون نمیخوره. نفس بکشه اون میاد. به خاطر این اسم از نفست رو بگیر. نکش. در جدت نفس نکش. افتاد بند خدا. اوه خیلی بده واسه اینکه یکی آسیبت نزنه نفس نکشی. پاشو دیگه. پاشو. اوی وای تسخیر شد. Fuck, no! Andrew, wake up, please! No! Andrew, come on, wake up! Andrew, please! Please wake up, I'm so sorry! Andrew, come on! Andrew! Please! تمام شد. خب دوستان، دو تا ویدیو ترسناک بود، دو تا فیلم کوتاه ترسناک. از این بعد سعی می‌کنم فیلم کوتاه ترسناک بیشتر بذارم، لذت ببرین. یه مصاحبه هم خفنم که تو راهه. لطفاً حمایت کنین. خواهش میکنم همین الان لایکتون خیلی به دردم میخوره. همین الان بزنید رو صفحه میاد بالا لایکو بزنید. اگه نکردین الان لایک کنین. خواهش میکنم ازتون. چنل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش بزنین که ویدیو میذارم نوتیفیکیشن بیاد و یه کامنت انگلیسی با معنا هم بذارین. حالا بعضی میگن ما انگلیسی بلد نیستیم، چیکار کنیم؟ بنویس اوکی، بنویس هلو، بنویس ترسانگیز، هر چیزی یه ذره معنا داشته باشه حله که یوتیوب بفهمه که شما ربات نیستین و لایک حسابتون رو نفرونه. خیلی ممنونم که ویدیو رو نگاه کردین. چشماتون درد نکنه و اینکه لایکتون نره دیگه.
تا یه ویدیوی خفن و ترسناک و وحشتناک دیگه، همه شما عزیزای دلم و همه شما عزیزای منین، از خانواده منین، عشق منین همتون. همه شما عزیزای دلم و به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.